سلام خدمت دوستان. داریم یواش یواش جفتایی رو که میخوایم با هم جفت بزنیم و تو قفس‌های جفت زنیمون میذاریم. شما هم سعی کنید حتما واسه جوجه گرفتن، جفت زدن، حتما از قفس‌های مخصوص جفت زنی استفاده کنید. اگه جای با کیفیتی میخواین، اگه کفتراتون واسهتون مهمه که مریض نشن و خیلی دلایل دیگه، حتما از این قفس‌ها استفاده کنید و جداگونه باشه. که حالا من چند تا کفتر از جفت انتخاب کردم که امسال جفتشون بزنم. حالا طبقه اول سرخ سفیده، طبقه وسطش هم که سرور زرد و ارده دم سفید، طبقه پایینم اون ماده سیاهی که گفتم مادر کفترهای دم سفید هم هست و با یه سرور دم سفید دیگه جفت زدم. این طبقه هم که حالا سرور با سینه هست، سه طبقه شو سرور با سینه جفت زدم. اونم یه جفت سرور دم سفید دیگه. حالا خواستم یه جفت دهنجور نشونتون بدم که بار اول که ما جفتشون زدیم چه جایی تونستیم از این جفت بگیریم و چرا میگم دهنجور. پس تا ادامه با من باشید تا من این جفت رو با همراه جوجه‌هاشون نشونتون بدم. اینا همون کفتر جفت دهنجوری هستن که بهتون گفتم. این نرشه، این نر سرور دم سفید. ماشاءالله. حالا بعضی از دوستان میگن زیر دمبش خراب کرده یا چیز، ولی من دوست دارم زیر دم رنگی باشه. حالا نبودم هیچ اشکالی نداره. این نرشون هست. حالا مادرم نشونتون میدم با جوجه‌هاش. اینم یه مادر عقیقی دم سفید. از این جفت تونستم 4 تا جوجه بگیرم که 4 تا جوجه نشونتون میدم. پس نرش شد اون سرور پررنگه، این هم مادش. حالا میریم جوجه ها رو با هم نشونتون میدم. جوجه اولی که ازشون گرفتم به من این سرور دم سفید کاکل پاپر داد که هیچ کدومشون هم نه پاپر نبودن. اینو تونستم ازش بگیرم. این جوجه اولیه. حالا میریم سه تا جوجه بعدی هم نشونتون بدم. اینم جوجه آخریه که ازشون گرفتم. اینم دوباره یه سرور الماسی. حالا گلهاشون بیشتر میشه، خودتون میدونید سرور جوریه. دوباره فول پاپر. فول پاپر ماشاءالله داره. اینم یه عدد سرور الماسی. یه اینم یه جوجه دیگه. که از اون جفت من گرفتم. حالا دهنجور، امیدوارم با نشون دادن کفترها فهمید منظور منو گرفت باشید. دهنجور یعنی چی؟ ماشاءالله. که امسال استراحت بهشون دادیم و کفتر دیگر رو جفت زدیم که اول فیلم نشونتون دادم.